تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. از این پیامبران ما بعضشان را بر بعض دیگری برتری دادیم. از ایشان کسی بود که خداوند با او سخن گفت، بعضی دیگر را به درجات ارتقا داد. به عیسی پسر مریم ما نشانه‌های روشنی دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم. اگر خداوند می‌خواست آنهایی که بعد از این پیامبران بودند پس از آن که نشانه‌های روشنی به ایشان آمد با هم جنگ نمی‌کردند، ولی ایشان اختلاف ورزیدند. پس بعضی از ایشان ایمان آوردند و بعضی از ایشان کافر شدند. اگر خداوند می‌خواست ایشان با یکدیگر جنگ نمی‌کردند، اما خداوند آنچه را بخواهد می‌کند. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای مؤمنون، از رزقی که ما به شما ارزانی کرده ایم خرج کنید پیش از اینکه روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش میسر باشد و نه دوستی و نه هم شفاعتی را مستحق شوید و کافران هم ایشانند ستمگار. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خداوند معبودی جز او نیست، زنده و به خود پاینده است، نه او را پینکی میگیرد و نه هم خواب. هر آنچه در آسمان ها و هر آنچه در زمین است از آن اوست. چی کسی است آن که به حضور او شفاعت کند مگر به اجازه او؟ آنچه را که در پیش روی و پشت سر بندگان است میداند و ایشان به چیزی از علم او احاطه کردن نمی توانند مگر به آنچه که او اراده کند. کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته است و نگهبانی آنها او را خسته نمی سازد و او بسیار بلند مرتبه و بسیار با عظمت است. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. در دین اکراهی نیست، بیشک رهیابی از گمراهی جدا شده است.
پس کسی که از شیطان روی برمیتابد و به خداوند ایمان می آورد به دستگیره مستحکمی چنگ زده است که هرگز گسستنی نیست و خداوند شنوا و داناست. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خداوند یاور مؤمنان است، ایشان را از تاریکی ها به روشنایی بیرون می آورد. و کافران یاورانشان شیطان است که ایشان را از روشنایی به تاریکی ها می کشانند. هم ایشانند اهل دوزخ و در آن همیشه به سر می برند. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تو به سوی آن کسی ندیدی که با ابراهیم درباره پروردگارش مجادله کرد از اینکه خداوند به آن شخص پادشاهی داده بود هنگامی که ابراهیم گفت پروردگار من ذاتی است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. آن شخص گفت منم که زنده می‌کنم و می‌میرانم. ابراهیم گفت حقا که خداوند آفتاب را از مشرق می‌آورد پس تو آن را از مغرب برآر. آن کافر مبهوت و درمانده شد و خداوند قوم ستمگار را هدایت نمی کند. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا مثال شخصی را که از دهکده‌ای گذشت که بر سقف‌های خود فرو ریخته بود گفت چطور خداوند اهل این دهکده را بعد از مردن آنها زنده می کند؟ پس خداوند او را 100 سال بمیراند سپس او را برانگیخت یعنی دوباره زنده گردانید و به او گفت چقدر در این حال درنگ کردی؟ او گفت شاید 1 روز یا قسمت از روز درنگ کرده باشم. خداوند گفت نه بلکه 100 سال درنگ کردی. به غذا و نوشیدنی خود ببین در آن تغییر نیامده است و به سوی خر خود ببین و برای اینکه تو را نشانه به مردم بگردانیم و به سوی این استخوان‌ها یعنی استخوان‌های خر بنگر چگونه آنها را از جای آن بالا می کنیم و به هم پیوند می دهیم باز آنها را با گوشت می پوشانیم
هنگامی که برای او این حقایق آشکار شد گفت میدانم که بیشک خداوند بر هر چیزی تواناست. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و به خاطر آور وقتی را که ابراهیم گفت پروردگارا برایم بنما که چطور مردگان را زنده می‌گردانی. خداوند گفت آیا باور نداری؟ ابراهیم گفت چرا نه، ولی برای اینکه دل من آرام گیرد چنین تقاضا کردم. خداوند گفت سپس 4 نوع از پرنده بگیر، سپس آنها را به هم آور، یعنی توته کن و به هم آمیز. بعد از آن بر هر یک از این کوهها قسمت از آنها را بگذار، سپس آنها را بخواه. ایشان به سرعت به سوی تو می شتابند و بدان که خداوند صاحب قدرت منعم و با حکمت است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند مثال دانه تخمی است که 7 خوشه و در هر خوشه 100 دانه می رویاند و خداوند برای هر کسی که بخواهد چندین بار زیاد می کند و خداوند گشایشگر و داناست. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنانی که دارایی خود را در راه خدا خرج می کنند و در نفقه‌ای که کرده اند منتی نمی گذارند و آزاری نمی رسانند برایشان ثوابشان نزد پروردگارشان است و بر ایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم. سخن پسندیده و گذشت از خیراتی که در پی آن آزاری صورت گیرد بهتر است. خداوند بی‌نیاز و صاحب حلم است. یا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. و
ای مؤمنان، خیرات خود را با منت گذاردن و آزار دادن باطل نکنید، مانند کسی که دارایی خود را ریاکارانه برای زدن به چشم مردم خرج می کند و نی به خداوند ایمان دارد و نی هم به روز آخرت. پس مثال وی به سنگ صاف ماند که بر آن خاک باشد، بر آن باران تند ببارد و خاک آن را بشوید. چنین مردم قادر نخواهند بود از عمل خود حاصلی به دست آورند و خداوند گروه کافران را رهیاب نمی سازد. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. مثال آنانی که داراییشان را برای طلب رضای خداوند و استواری ملکات انسانی خود خرج می کنند مانند باغی است در جای بلند. باران تند بر آن می بارد و آن را دوچند می سازد و اگر باران تند به آن نرسد شبنمی برای آن کافی است و خداوند به هر چیزی که شما می کنید بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا یکی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که جویبارهای در زیر آنها جاری باشد؟ در آن باغ همه اقسام میوه ها موجود باشد. صاحب آن باغ و پیری رسد و دارای فرزندان خردسال و ضعیف باشد و این باغ در گردباد آتشین گیر آید و بسوزد. بدین ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما فکر کنید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ای مؤمنان، از چیزهای پاکیزه‌ای که کمایی کرده اید و از چیزهایی که ما برای شما از زمین برآورده ایم خرج کنید و در صدد چیز ردی یعنی غیر قابل استفاده از مال خود نشوید که آن را می دهید در حالی که خود شما آن را نمی گیرید مگر آن که از عیبی که در آن است چشم بپوشید و بدانید که خداوند بی‌نیاز و ستوده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. شیطان شما را به فقر وعده می دهد و به فحشا امر می کند مگر خداوند به شما آمرزش خیش و فضل خود را وعده می دهد و خداوند گشایشگر و داناست. یؤتی الحکمت من یشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. خداوند هر کی را خواهد صاحب حکمت می سازد و هر کی را حکمت داده شد واقعا برایش خیر بیکران داده شده است و پند نمی گیرند مگر خردمندان. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. و هر چیزی را که شما خیرات می دهید یا به صورت نذر می پردازید با یقین خداوند آن را می داند و برای ستمکاران یاری دهنده نیست. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر. اگر شما آشکارا صدقه بدهید این هم خوب است، ولی اگر شما پنهانی صدقه بدهید و آن را به کسانی برسانید که واقعا نیازمندند برای شما بهتر است. از شما بعضی از گناهان شما را می زداید و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. راهیابی ایشان به ذمه تو ای پیامبر نیست، بلکه خداوند هر کی را خواهد راهیاب می سازد. هر چیزی را که شما از خیر می پردازید نفع آن به خود شماست و خیرات ندهید مگر برای طلب رضای خداوند و هر خیری را که می دهید به شما ثواب آن تماما می رسد و با شما ستم نمی شود. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خیرات به نیازمندانی داده شود که در راه خدا محصور شده اند و نمی توانند برای تجارت و کار در روی زمین سفر کنند. شخص بیخبر از حالشان از سبب خویشتنداری ایشان فکر می کند که توانگرند. ایشان را سیمایشان می شناسی. ایشان مسرانه از مردم سؤال نمی کنند و چیزی را که از دارایی خرج می کنید حقا که خداوند به آن داناست. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که دارایی خود را در راه خدا شب و روز پنهان و آشکارا خرج می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است. برای ایشان نه خوف است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آنهایی که سود میخورند در قیامت بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن کسی که حواس او را شیطان به نسبت تماس مختل ساخته است. این به سبب آن است که ایشان گفتند واقعا بیع مانند سود است، در حالی که خداوند بیع را حلال و سود را حرام قرار داده است. چون کسی که پندی از نزد پروردگارش به او آمد و از سودخواری صرف نظر کرد، پس چیزهایی را که در گذشته گرفته برای اوست و کار او سپرده شده به خداست. و کسی که به این عمل برگشت، پس چنین مردم اینهایند دوزخی، ایشان در آن همیشه میمانند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. خداوند سود را نابود می سازد و صدقات را افزون می گرداند و خداوند هیچ ناسپاسی گنهکاری را دوست ندارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بیگمان آنهایی که ایمان آوردند و اعمال شایسته ورزیدند، نماز را به تمام و کمال برپا داشتند و زکات را پرداختند، مزد ایشان نزد پروردگارشان است، نی بر ایشان خوفی است و نی هم ایشان اندوهگین می شوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنان، از خدا بترسید و آنچه را از سود مانده است رها کنید اگر واقعا مؤمن هستید. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر سودخواری را رها نکردید پس به جنگ از طرف خدا و رسولش آماده باشید، ولی اگر توبه کردید در آن صورت اصل سرمایه شما از آن شماست، نی ستم می کنید و نی هم به شما ستم می شود. و این کان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. اگر مدیون دچار تنگ دستی باشد پس برای او مهلت است تا توانگری، و اگر قرض خود را برای او ببخشید این برای شما بهتر است اگر فایده این کار را بدانید. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. و از روزی بترسید که در آن به سوی خداوند بازگردانیده می شوید، سپس هر شخصی چیزی را که کسب کرده است تماما به او داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. و ای مؤمنان، چون به معیار معین به قرض معامله نمودید پس آن را بنویسید و باید کاتب آن را صادقانه میان شما بنویسد و کاتب همان گونه که خدا به او آموخته است از نوشتن آن ابا نورزد. پس او باید بنویسد و کسی که قرض بر اوست باید املا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و نباید از آن چیزی که مدیون است کم کند. هرگاه مدیون سفیه یعنی نادان یا ضعیف باشد یا خودش قدرت املا را نداشته باشد پس ولی او صادقانه املا کند و 2 گواه از مردان خود بگیرید و اگر 2 مرد نباشد پس 1 مرد و 2 زن گواه شوند از شاهدانی که به گواهیشان رضامند باشید تا اگر یکی از ایشان اشتباه ورزد پس یکیشان دیگرش را یاد دهانی نماید و چون گواهان خواسته شوند از شهادت دادن ابا نورزند و از این معلوم نشوید که حق را اندک باشد یا بسیار به قید مدت آن بنویسید. این نوشتن در نزد خدا عادلانه تر و برای گواهی درست تر است و نزدیکتر است به این که به شک نیفتند مگر آنکه تجارتی باشد که آن را بین خود دست به دست کنید. در این صورت بر شما گناهی نیست اگر آن را ننویسید و چون خرید و فروش کردید گواه بگیرید و باید نه کاتب و نه گواه زیانمند شوند و اگر چنین کنید این گناهی است به شما و از خدا بترسید و خداوند به شما میآموزد و خداوند به همه چیز داناست. و این کنتم علی سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید پس گروی لازم است قطع شده و اگر یکی از شما به دیگری اعتماد میکنید پس باید همان کسی که با او اعتماد شده امانت یا ذمه خود را ادا کند و باید از خدای پروردگار خیش بترسد و شهادت را کتمان مکنید و هر کس که آن را کتمان کند بیگمان دل او آغشته به گناه است و خداوند به هر چیزی که میکنید داناست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله على كل شيء قدیر. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست
و آنچه را در دلهای شماست خواه آشکار کنید یا پنهان، خداوند شما را به آن محاسبه می کند. پس هر کسی را بخواهد می آمرزد و هر کسی را بخواهد عذاب می کند و خداوند بر هر چیز تواناست. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر به چیزی که به او از طرف پروردگارش نازل شده است ایمان دارد و مؤمنان نیز همه به خدا، فرشتگان، کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند. آنها میگویند میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم و گفتند شنیدیم و فرمان بردیم، خواهان آمرزش تو هستیم ای پروردگار ما و به سوی توست بازگشت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوند هیچ کسی را به کار مکلف نمی سازد مگر به اندازه توان او. برای اوست هرچی کسب کرد و بر زیان اوست هرچی را مرتکب شد. پروردگار ما، اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مگیر. ای پروردگار ما، همان گونه بار گرانی که بر پیشینیان ما گذاشتی بر ما مگذار. ای پروردگار ما، و بر ما چنان باری را مگذار که توان برداشت آن را نداشته باشیم. از گناهان ما درگذر، ما را ببخشا و بر ما رحم کن. توی کارساز ما، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. الف لام میم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القیوم. خداوند جز او معبودی نیست، زنده و به خود پاینده است. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. کتاب را بر حق به تو نازل گردانید، کتابی را که تایید کننده کتبی است که پیش از آن آمده است و از آن پیش تورات و انجیل را برای هدایت مردم نازل گردانید و نیز فرقان یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل را نازل گردانید. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. کسانی که از آیات خدا انکار ورزیدند بیگمان برایشان عذاب شدید است و خداوند صاحب قدرت منعم و انتقام گیرنده است. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واقعا بر خداوند هیچ چیزی در زمین و در آسمان پوشیده نیست.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. او ذاتی است که شما را در رحم مادران هر طوری که بخواهد تصویر می کند. جز او هیچ معبودی نیست، صاحب قدرت منی و با حکمت است. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. او ذاتی است که بر تو کتاب را نازل گردانیده است که قسمتی از این آیات محکم یعنی واضح و روشن است. اینها اساس کتابند و قسمت دیگر متشابه است یعنی ظاهرا واضح و روشن نیست. پس کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه انگیزی و به قصد تعویل قسمت از آن را که متشابه است بدون در نظر داشت آیات محکمی که در زمینه آمده است پیروی می کنند، در حالی که جز خدا کسی دیگر تعویل آن را نمی داند. آنانی که در علم ثابت قدم هستند میگویند ما به این کتاب ایمان آوردیم، همه آن از جانب پروردگار ماست و جز دانشمندان هیچ کس پند نمی گیرد، یعنی مفهوم این پیام را درک کردن نمی تواند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آنها میگویند پروردگار ما پس از آن که ما را هدایت نمودی دلهای ما را منحرف مگردان و به ما از نزد خود رحمت عنایت فرما، حقا که تو تنها تویی بسیار بخشاینده. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ای پروردگار ما بیگمان تو جمع کننده مردمی در روزی که در آن شکی نیست، حقا که خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. کسانی که کافر شدند نی داراییشان و نی اولادشان هرگز ایشان را از خداوند بی‌نیاز نمی سازد و همین هایند آتشگیره دوزخ. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. عادتشان مانند عادت فرعونیان و کسانی می باشد که پیش از آنها بودند. ایشان آیات ما را تکذیب کردند، پس خداوند آنها را به گناهانشان گرفت و خداوند سخت مجازات دهنده است. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. و کافران بگو به زودی مغلوب می شوید و به سوی دوزخ حشر می گردید و چی بد مسکنی است دوزخ. قد كان لكم آية في فئتين التقتا
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. حقا که برای شما در دو دسته‌ای که با هم در کارزار روبرو شدند نشانه ای بود. یک دسته در راه خدا جنگ می کرد و دسته دیگر کافر بود. آنها یعنی کافران ایشان را یعنی مسلمانان را به چشم خود دو برابر تعدادشان می دیدند و خداوند هر کی را بخواهد به یاری خود تأیید می کند. حقا که در این رویداد برای مردم صاحب بینش پندی است. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. برای مردم محبت چیزهای مرغوب از قبیل زنان و فرزندان، ذخایر توده‌شده از طلا و نقره و اسبهای نشانی شده یعنی اصیل، مواشی و زمینهای صالح و زراعت زیبا و جلوه داده شده است. این است متاع زندگی دنیا، در حالی که سرانجام نیک در نزد خداوند است. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصیر بالعباد. بگو آیا شما را به چیزی که از این هم به شما بهتر است مژدگانی دهم؟ برای پرهیزگاران در نزد پروردگارشان باغ‌هایی است که از زیر درختان آن جویبارهای چریان دارد، در آن جاودانه به سر میبرند و همسران پاکیزه است و خوشنودی خداوند و خداوند به بندگان خود بیناست. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آنانی که میگویند پروردگار ما، واقعا ما ایمان آوردیم، پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش نجات بده. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یعنی شکیبایان، راستگویان، فرمانبرداران، خرج کنندگان و آمرزش خواهان در سحرگاهان. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خداوند گواهی داد بر اینکه جز او معبودی نیست و فرشتگان و کسانی که از علم بهره اندوز هستند نیست، در حالی که خداوند به عدالت قائم است. جز او معبودی نیست، او صاحب قدرت منی و با حکمت است. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. حقا که دین در نزد خداوند اسلام است و کسانی که به ایشان کتاب داده شده بود در آن اختلاف نکردند
مگر بعد از آن که به ایشان علم حاصل شد، آن هم به خاطر حسدی که در میان خود داشتند. و کسی که از آیات خداوند انکار ورزد، پس بیگمان خداوند در حساب گرفتن سریع است. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هرگاه ایشان با تو مجادله کنند بگو من خود را به خدا تسلیم کرده ام و هر که پیرو من است نیست. و به اهل کتاب و امیها یعنی آنانی که فاقد دانشند بگو آیا شما هم خود را تسلیم کردید؟ پس اگر خود را تسلیم کنند واقعا هدایت شده اند و اگر رو گردانیدند پس وظیفه تو رسانیدن پیغام است و خداوند بر بندگان بیناست. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. بیگمان کسانی که از نشانه های خداوند انکار می کنند پیامبران را به ناحق می کشند و کسانی را نیز می کشند که مردم را به عدالت امر می کنند ایشان را به عذاب دردناک بشارت دهید. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ایشان کسانی اند که اعمالشان در دنیا و آخرت ضایع گردیده است و برای ایشان مددگاری نیست. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. آیا تو به سوی کسانی ندیدی که به ایشان حصه از کتاب داده شده است در حالی که به سوی کتاب خدا دعوت می شوند تا در بینشان حکم کند، بعد از آن گروهی از ایشان از حکمیت روی برمی گردانند در حالی که از حق اعراض کننده اند. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. این سبب است که گفتند هرگز ما را آتش به غیر از چند روز محدود لمس نمی کند. ایشان را افتراهایشان در برابر دینشان فریب داده است. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. پس حال ایشان چی خواهد بود که در روزی آنها را جمع کنیم که در آن شکی نیست و به هر کس چیزی که کسب کرده است تماما پرداخته شود و به ایشان ستم نمی شود. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. بگو بار خدایا ای مالک پادشاهی به هر که خواهی پادشاهی میدهی و از هر که خواهی پادشاهی را باز میگیری، هر که را خواهی عزت میدهی و هر که را خواهی ذلیل میگردانی. خیر به ید توست، حقا که تو بر هر چیز توانایی. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. شب را به روز داخل می کنی و روز را به شب داخل می کنی. زنده را از مرده بیرون می کنی و مرده را از زنده بیرون می کنی و هر که را خواهی روزی بی شمار می دهی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان نباید جز مؤمنان کافران را دوست و سرپرست خویش گیرند و هر کس که چنین کند پس از دوستی خدا برای او چیزی نیست، یعنی رابطه خود را از خدا گسسته است، مگر آنکه از ایشان به نوعی بترسید و خداوند شما را از خشم خود برحذر می سازد و بازگشت به سوی خداست. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. بگو اگر چیزی را که در دل شماست پنهان کنید یا آن را آشکار سازید، خدا آن را می داند و آنچه را در آسمان ها و آنچه در زمین است می داند و خداوند بر هر چیزی تواناست. یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. روزی که هر شخص هر کاری نیک را که انجام داده حاضر شده می‌یابد و نیز هر عمل ناشایسته را آرزو می کند ای کاش بین او و اعمال ناپسند او فاصله طولانی می بود. خداوند شما را از خشم خود برحذر می سازد. خداوند به بندگان خود بسیار مهربان است. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. بگو اگر شما خداوند را دوست دارید پس مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشد. خداوند آمرزنده و مهربان است. قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرین. بگو خدا و رسول او را فرمان برید، پس اگر ایشان روی گردانیدند در آن صورت خداوند کافران را دوست ندارد. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حقا که خداوند آدم، نوح، خانواده ابراهیم و خانواده عمران را بر همه جهانیان برگزید. ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم. دودمانی که بعضشان از نسل بعضی دیگرشان بودند و خداوند شنوا و داناست. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. به خاطر آورید وقتی را که زن عمران گفت ای پروردگار من، آنچه را در شکم من است
آزاد از همه مسائل دنیوی به تو نذر کردم، لذا از من بپذیر، تو بیگمان شنوا و دانا هستی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنگامی که او را زاد گفت پروردگار من دختری زادم و خداوند بهتر می‌دانست که او چی زاده است و به هیچ وجه آن پسر مانند این دختر نیست. من او را مریم نام نهاده ام و من او و اولادش را از شیطان مردود در پناه تو قرار میدهم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پس پروردگارش آن را به قبول نیکو پذیرفت. خداوند او را پرورش نیکو داد و زکریا را سرپرستش ساخت. هر باری که زکریا به محراب یعنی حجره عبادت مریم برای دیدنش داخل می شد نزدش روزی می یافت. گفت ای مریم این برای توست کجا می آید؟ مریم گفت این از جانب خداست. حقا که خداوند به هر کسی که بخواهد روزی بیشمار می دهد. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. در آن هنگام زکریا به پروردگار خود دعا کرد و گفت ای پروردگار تو از نزد خویش به من فرزند پاکیزه ببخش، حقا که تو شنونده دعایی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پس در حالی که وی در محراب به نماز ایستاده بود فرشتگان وی را چنین صدا کردند بیگمان خداوند تو را به یحیی مژده می دهد که تصدیق کننده کلمه از جانب خداوند است و بزرگمنش است و پاک دامن و پیامبری است از زمره صالحان. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا گفت ای پروردگار چگونه من صاحب فرزندی خواهم شد در حالی که پیری به سر وقت من رسیده و زنم نازای است؟ خداوند فرمود به همین گونه خداوند هر آنچه را بخواهد می کند. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زکریا گفت ای پروردگار برایم نشانه مقرر گردان. خداوند فرمود نشانه تو آن است که 3 روز با مردم حرف زدن نخواهی توانست مگر به اشارت و پروردگارت را بسیار یاد کن
و در شام و صبح به پاکی یاد کن. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. به یاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را برگزیده و تو را پاکیزه ساخته و تو را بر زنان جهانیان برگزیده است. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ای مریم پروردگارت را به اخلاص پرستش کن، سجده نما و با رکوع کنندگان رکوع کن. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می‌کنیم و در آن وقتی که ایشان قلم‌های خود را برای قرعه می‌انداختند تا معلوم شود که کدام یک ایشان متکفل تربیت مریم میشوند تو نزد ایشان نبودی و هم در وقتی که آنها در زمینه با یکدیگر منازعه می‌کردند تو نزد ایشان نبودی. اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. به یاد آور وقتی را که فرشتگان گفتند ای مریم حقا که خداوند تو را به کلمه از جانب خود بشارت می‌دهد، نام او مسیح است، عیسی پسر مریم که هم در این دنیا و هم در آخرت آبرومند بوده و از مقربان است. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. و با مردم هم در گهواره و هم در بزرگسالی سخن میگوید و از صالحان است. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم گفت ای پروردگار من از کجا من صاحب فرزندی می شوم در حالی که بشری به من تماس نکرده است؟ گفت خداوند آنچه را اراده نماید چنین می آفریند و چون امری را دستور دهد پس بیگمان به آن می گوید شو و آن می شود. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. و خداوند به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل را می آموزد. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و او را به حیث پیامبر به بنی اسرائیل با این پیام میفرستد که من بیگمان به شما با معجزه از پروردگار شما آمده ام که از گل به شما شکل پرنده می سازم، سپس در آن می دمم و به اذن خداوند پرنده می گردد و من به اذن خدا آنانی را که کور مادرزاد یا پیسند شفا
و مرده را جان می دهم و من از چیزی که آن را می خورید و از آنچه در خانه های خود ذخیره می کنید به شما خبر می دهم. براستی اگر شما باور دارید این معجزه ها برای شما نشانه روشنی است برای این که من واقعا پیامبر می باشم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. و من به سوی شما آمده ام تا تصدیق کننده تورات باشم که پیش از من بود و برای شما قسمتی از آنچه را که قبلا بر شما حرام شده بود حلال گردانم و به شما معجزه را از پروردگار شما آورده ام. لذا از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بیگمان خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را پرستش کنید، این است راه راست. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. چون عیسی از ایشان یعنی یهودیان احساس کفر کرد گفت مددگاران من در راه خدا چی کسانی خواهد بود؟ حواریون گفتند ما مددگاران راه خداوند هستیم، به خداوند ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما مسلمانیم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. پروردگار ما، به آنچه تو فرستاده ای ایمان داریم و رسول را پیروی می کنیم، پس ما را از زمره گواهان بنویس. ومكروا ومكر الله والله خیر الماکرین. و یهودیان برای از بین بردن عیسی دسیسه چیندند و خداوند این دسیسه را دامنگیر خودشان ساخت و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. و به خاطر آور وقتی را که خداوند گفت ای عیسی من تو را برگیرنده ام و به سوی خود بالا برنده و تو را از اتهامات کافران پاک سازنده و کسانی را که تو را پیروی می کنند تا روز رستاخیز بر کافران برتری دهنده ام. سپس بازگشت شما به سوی من است و در بین شما در موضوعاتی که در آن اختلاف می ورزیدید داوری می کنم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اما کافران من ایشان را به عذاب سخت در این دنیا و در آخرت عذاب می کنم و برای ایشان هیچ مددگاری نیست. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پس خداوند مزد ایشان را کامل می دهد و خداوند ستمگاران را دوست ندارد. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
این چیزی است که ما بر تو از آیات و یاد آوری حکمت می‌خوانیم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بیگمان مثال عیسی نزد خداوند مانند مثال آدم است. او را از خاک آفرید، سپس به او گفت شو، پس شد. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. حق همان است که از جانب پروردگار توست، پس از شک کنندگان مباش. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. پس هر که در این مسئله بعد از آن که به تو علم حاصل شد با تو منازعه کند، پس بگو بیایید برای مباهله. فرزندان خود و فرزندان شما را و زنان خود و زنان شما را خود و شما را می‌خوانید. سپس با تضرع و خلوص نیت دعا کنید و بر آنانی که دروغ میگویند لعنت خدا را میفرستید. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. بدون شک اینها قصه های راستی نیست و هیچ معبودی بغیر از خدا نیست و بیگمان خداوند هم اوست صاحب قدرت منی و صاحب حکمت. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. اما اگر از مباهله روی برتابند، از خداوند به حال مفسدان آگاه است. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بگو ای اهل کتاب، بیایید به سخنی که بین ما و شما مشترک است همزبان شویم که بغیر از خدا کسی دیگر را نپرستیم، هیچ چیزی را به او شریک نیاوریم، بعضی از ما بعضی دیگر را جز خدا به خدایی نگیرد. پس اگر اهل کتاب روی برتابند، پس شما بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم، یعنی به اراده خداوند تسلیم می باشید. یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. ای اهل کتاب، چرا در مورد ابراهیم منازعه می کنید در حالی که تورات و انجیل نازل نگردید مگر بعد از او؟ آیا شما نمی فهمید؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آگاه باشید، شما کسانی هستید که در موضوعاتی که در آن کمی معلومات دارید منازعه کردید، اما چرا در مسائل منازعه می نمایید که درباره آن معلوماتی ندارید؟ خداوند می داند و شما نمی دانید.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم نه یهودی بود و نه هم نصرانی، بلکه او یکتاپرست واقعی و مسلمانی بود و از زمره مشرکان نبود. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بدون شک کسانی به ابراهیم نزدیکترند که از وی پیروی کردند و این پیامبر و مسلمانان نیز، و خداوند کارساز مؤمنان است. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. فرقه از اهل کتاب می‌خواستند که اگر بتوانند شما را گمراه سازند، اما ایشان شما را نه بلکه خودشان را گمراه می‌سازند و ایشان درک نمی‌کنند. الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. ای اهل کتاب، چرا از آیات خداوند انکار می‌ورزید در حالی که خود شما با آن گواه هستید؟ یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ای اهل کتاب، چرا حق را به باطل می آمیزید و حق را پنهان می کنید در حالی که می دانید؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. گروهی از اهل کتاب گفتند در اول روز به آنچه به مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز از آن انکار ورزید تا شاید مسلمانان به شک افتند و بازگردند. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هیچ کسی را تصدیق نکنید مگر آنکه دین شما را پیروی کند. بگو هدایت راستین همانا هدایت خداوند است. شما را حسد بر این داشته است که این چنین دسیسه به کار برید که می بینید به کسی همان چیزی داده شده که به شما داده شده است، یا از این می ترسید که مبادا در نزد پروردگار شما در برابر شما حجت آورند. بگو واقعا فضل به ید خداوند است، به هر کسی که بخواهد آن را میدهد و خداوند گشایشگری داناست. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. و هر کسی را که بخواهد به رحمت خیش اختصاص میدهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. و
کسانی هستند که اگر نزدشان ثروت بسیاری را به امانت بگذاری آن را به تو با میل و آسانی ادا می کنند و در میان ایشان کسانی نیز هستند که اگر نزد ایشان یک دینار را هم به امانت بگذاری آن را به تو باز نمی دهند مگر اینکه پیوسته بر آن مراقب باشی. این سببی است که ایشان می گویند در پایمال کردن حق این امیها هیچ مسئولیت متوجه ما نیست و ایشان بر خداوند دروغ می بندند در حالی که ایشان حقیقت را می دانند. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. آری هر کسی را که به پیمان خیش وفا کند و پرهیزگار باشد پس بیگمان خداوند پرهیزگاران را دوست می‌دارد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بیگمان کسانی که به عهد خدا و سوگندهای خیش پول ناچیزی را به دست می آورند ایشان بهره‌ای در آخرت ندارند و نی خداوند با ایشان سخن می گوید و نی به سوی آنها در روز قیامت به مهربانی نظر می کند و نی ایشان را از گناه پاک می سازد و برای ایشان عذابی دردناک است. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بیگمان در میان ایشان گروهی هستند که زبان خیش را به خواندن مطالب خود ساخته از کتاب می پیچانند تا شما آن را از کتاب بپندارید در حالی که آن قسمتی از گفته هایشان از کتاب نیست و می گویند این نزد خداوند است در حالی که این نزد خداوند نیست و خداوند دروغ می بندند در حالی که ایشان حقیقت را می دانند. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. برای بشری که خداوند کتاب، حکمت و پیامبری داده به او هیچ سزاوار نیست که به مردم بگوید شما بندگان من باشید و نی بندگان خدا، بلکه میگوید شما مردم خدایی باشید چون کتاب را تعلیم داده اید و چون آن را خوانده اید. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. و شما را امر نمی کند که فرشتگان و پیامبران را به خدایی بگیرید. آیا او شما را به کفر امر می کند بعد از این که مسلمان شدید؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالَ
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدین. و به یاد دارید وقتی را که خداوند پیمان استوار از پیامبران گرفت که چون به شما از کتاب و حکمت دادم، بعد از آن به شما پیامبری آمد که تصدیق کننده همان چیزی بود که با شما است. باید به او ایمان آورید و باید که او را مددکاری کنید. سپس خداوند گفت آیا اقرار کردید و به این پیمان مرا گرفتید؟ گفتند اقرار کردیم. خداوند گفت پس گواه باشید و من با شما زمره گواهان هستم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پس کسی که بعد از این برگردد، این مردم همین هایند فاسق. افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون. آیا به جز دین خدا دین دیگر را می طلبند؟ در حالی که همه کسانی که در آسمان ها و زمین اند به خوشی و ناخوش خود را به او تسلیم کرده اند، یعنی اسلام را پذیرفته اند و به سوی او بازگردانیده می شوند. قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بگو ما به خداوند و به آنچه به ما نازل شده و به آنچه به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و قبایل یعنی بازماندگان یعقوب وحی شده و به آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است ایمان داریم. در میانشان فرق نمیگذاریم و ما به او تسلیم هستیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. و کسی که جز اسلام دینی را بجوید پس هرگز از او پذیرفته نمی شود و او در آخرت از زیانکاران است. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. چگونه خداوند قومی را هدایت می کند که بعد از ایمان آوردن خود کافر شد و بعد از اینکه گواهی دادند بر اینکه پیامبر بر حق است و بعد از اینکه به ایشان نشانه های روشنی آمد و خداوند قوم ستمگاران را هدایت نمی کند. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ایشان جزایشان این است که از طرف خدا، فرشتگان و همه مردم بر ایشان لعنت می شود. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. ایشان در این حالت همیشه به سر میبرند، نه عذابشان تخفیف داده می شود و نه هم به ایشان مهلت داده می شود. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر کسانی که بعد از آن توبه کردند و خود را اصلاح نمودند، پس حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا
كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بیگمان آنهایی که بعد از پذیرش ایمان کافر شدند و بعد از آن بر کفر افزودند هرگز توبهشان قبول نمی شود و ایشان واقعا گمراه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بیگمان کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند پس هرگز از هیچ یکی از ایشان اگرچه زمین را از طلا هم پر کنند این فدیه ایشان برای نجات از عذاب پذیرفته نمی شود. اینها برایشان عذابی دردناکی است و برایشان مددگاری نیست.